ассалому алайкум тамошобинони азиз, ман ба шумо як канале бо номи Нуру ТВ тавсия медиҳам, ки шумо метавонед ҳамарӯза дар ин канал сабтҳои нави Домла Абдурахмонро тамошо кунед. Пас ҳатман ба ин канал обуна шавед, подписатсиро зер кунед ва зангулачаро низ зер кунед. Ссилкаи ин канал дар таги видео дар описание ва дар комментария закрепит карда шудааст. یک برادر با نام محمد ابو صالح جمع‌بست کرده است آثار و آیات و احادیث را و به هم موافق کرده و با جریان تاریخ گذاریده عجیب یک حکم کرده است. واقعا این حکم پیشتر هم بود، اما به این شکل سفته در هیچ جا خوردگی نبودم. میگوید بیچاره مردم مسلمان، یهودی ها، نصرانی ها بحث میکنن که این بدبختی دجال آیا تولد شده باشد، آیا باشد در حیات، در قید حیات هست یا نیست. در صورتی که دجال 3500 سال قبل از این تولد شده بود. 3500 سال قبل. دجال در شهر با نام سامریه که از شهرهای فلسطین است به دنیا آمد. در عائله یهودی ها که اصلشو از اصفهان بود است، اصبهان، از ذات یهوذا، از قوم یهوذا. تا 5 سالگی میگوید مثل شخصی فلج شده بود، یعنی حرکتی سریع نداشت، با پشت راست ایستاده نمیتونست، گپ نمیزد. مردم میگفتند این فلج است، از خوردیش فلج شده است. حتی که پدر و مادر از بحرش گذشتند. حاکم شهر سامریه از بس که دید که همون کودک بیچاره را پرتافتیان، تحت معونت سرپرستی خود قرارش داد و او را تربیه کرد. در سن 5 سالگی اول سخنی که به زبان آورده است در 5 سالگیش بوده است. در 5 سالگی حرکت های اولینه یاد گرفت، قدم زنی را. چند زندگی کرد. از بس که شهر سامریه مثل شهر صدام، مثل شهر گمارا، شهرها را میدونید، شهرهای قدیم بدن در شام که قوم لوط علیه السلام در همین شهرها زندگی میکردن و لواطت حرامی وقتی که از حد گذشت، خدای تعالی به جزا گرفتار شو کرد، همه را به خاک یکسان کرد، تمام سرنشیناش همش هلاک کرد. و همین شهر سامریه هم شهر لواطگرها بوده است، شهر زیناکارها بوده است. وقتی که جای لواطت رواج مییابد، وقتی که جای زنا، حرام، رباخوری رواج مییابد، البته غضب خدا بالای اون مردم مستولی میگردد. برادرای عزیز فراموش نکنید، البته به غضب خدا گرفتار میشوند. اذا ظهر الزنا او ربا فی قریه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. صدق الله العظیم. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله میگه که وقتی که در محل، در مکان، خواه شهر باشد خواه دیه، زنا و رباخوری رواج یابد، آشکار شود، مردم این سرزمین غضب خدا را به دست خویش در بالای سر خود میارند، البته به غضب خدا گرفتار میگردند. و این شهر سامریه هم که مکان فاسقا و فاجرا بود، به غضب خدا گرفتار شد. اما از بس که این دجال در آینده با اون نقشه‌هایی که خدای تعالی کشیده است باید یک فتنه باشه، این نجات داده شد، به یک جزیره برده شد از جزیره های اقیانوس هند و در همون جزیره تحت سرپرستی یک حیوان با نام جساسه که این حیوان به گاو شباهت داشته است اما به نهایت سرپشم. در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است به حد سرپشم بود که با لفظ احلم پیغمبر او را نام گرفته است، یعنی سر تا پا همه پشم. حتی میگه سرش از مقعدش فرق کرده نمیشه.
پیش ای قفاش فرق کرده نمیتونستن، ای دسته همون پشم بسیار شد. همه حیوان بزرگش میکنه، در یک غور بزرگ بشوه. زمان جوانیش در همونجا گذشته است. بعدا وقتی که بزرگ شد، کلان شد، در سن 30 سالگی با تعلیم جاسوسه یک روز در نزد همون جزیره که در اون جزیره مردم زندگی نمیکردن، نی ابیتای می استروف بود است، یک گلخن میگریاند 3 شب و 3 روز نگهش میدارد. یک کشتی همون گلخن دیده و به نزد جزیره میآید و دجال میبینه خودش تنها در اون جزیره زندگی داره. همون را در کشتی سوار میکنند و خارجش میکنند. مدت ها مملکتگردی و شهرگردی میکند. بعدا میآید به شهر مصر که تمدن مرکزی تمدن بنی بشر بود در زمان فراعنه. به چشم خود دید که فرعون ها چی نوع حکمرانی میکنند. دید که مردم عوام بیچاره در نزد فرعون سجده میکنن. فرعون حتی نعوذ بالله خدای زنده میگن. همین در قلبش در اومد. از مو جوانی در آرزوی افتید که کاش زمان شوه که من پادشاهی تمام مردم تمام عالم شوم و مردم در پیش من سجده کنن. یعنی فقط پادشاه عادی نه، نعوذ بالله پادشاهی که او را خدا میگویند. در اینجا با قوم بنی اسرائیلی خیش اقرباش وا خورد. در مبارزه هایی که حضرت موسی علیه السلام با فرعون برد، اینم شریک بود، همراه بود. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل از شر فرعون نجات داد، از مصر خارج کرد، در همه اینا شاهد حال بود. از چشم خود دید که چنان فرعون آب غرق کرد با تمام لشکرش. بعدا وقتی که در ته بودن، در ته، و حضرت موسی به خاطر آوردن الواح تا اینکه به بنی اسرائیل اثبات کند بدبختا را که آخی من از جانب خدا گپ میزنم. ببینه این مردم احمقه که حضرت موسی چه معجزه های براشون نشان داد، بازم شک دارن، بازم شبهه داشتن. گفتن یا موسی اگر از نزد پروردگار برای ما چیزی نیاری ما سخنی ترا قبول نداری. این بدبختا عصای حضرت موسی را دیده بودن، عملشان ید بیضا را دیدن، غرق شدن فرعون دیدن، اما این مردم بدگمانی بدگهری شکاک ببینه با او را اکتفا نمیکنن. از این خاطر حضرت موسی به کوه طور رفت. از نبودن حضرت موسی استفاده برده همین دجال به قول محمد ابو صالح که در قرآن به نام سامری یاد شده است، در سوره طه در 3 موضع نام سامری را خداوند ذکر کرده است. این سامری میگه همون دجال است. از نبودن حضرت موسی استفاده برده و تلاواری هایی که بنی اسرائیل از مصر آورده بودن، بعضیش به کارم به عمل حلال و بعضیش به حرام و دزدی، همونا را جمع کرد، از دستشان گرفت، آب کرد و یک گوساله درست کرد. بار پایی که خداوندی حضرت جبرئیل دیده بود، از ایزی حضرت جبرئیل یک کف خاک گرفت در داخل هم گوساله انداخت که وقت شمال میوزید از داخل همون گوساله یک صدای مثل باع خارج میشد. گفت ای مردم بنی اسرائیل، نعوذ بالله خدای موسی و خدای بنی اسرائیل همی است. از بس که موسی گوبش کرده است، فراموشش کرده است، این همی گمراه شده است، گشت است، نعوذ بالله. در پیش همی سجده کنی. و این بنی اسرائیل که ببینه بسیار حساس هستند، بسیار حریص هستند به دنیا، به جواهرات، به مال و زر زیور. گوساله طلایی را دیدن که باع میگه، در پیشش سجده کردن. حضرت موسی آمد حتی حضرت موسی را خداوند خبر کرد که تو در اینجا بند هستی. گفت در صورتی که قوم تو گوساله پرست شدین. حضرت وقتی آمد احوال دید چنان به غضب آمد. حضرت موسی بسیار شخصی قوی بود و بسیار شخصی
در دین متعصب بود و بسیار غضبناک بود. وقتی غضبش بالا میگرفت دیگه خشه اداره کرده نمیتونست. هارون برادرش که اکش است، از خودش کلان است، از موی سر ریشش گرفت تکانید، به زمین کشانید. گفت تو کجا را نگاه میکردی؟ من ترا برای چی مانده بودم در اینجا؟ وقتی که مردم گوساله پرست شدین، وقتی الله پرست و گوساله پرست و صورت پرست شدن، تو چی کار میکردی؟ حضرت هارون از این ظلم موسی به افاقه آمد. گفت یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادر گفت از ریش سر، از موی سرم نگی، سرم تیوغ عیبی من نیست. من ترسیدم که حاضر اگر اینا را جزا بتم تو میگوی در میان بنی اسرائیل تفریقه انداخت هارون در نبودن من. از این خاطر من اینا را کاردار نشیدم که خودت بیای حکم کنی. حضرت موسی سامری را صدا کرد. گفت چی کار کردی بدبخت؟ گفت یا موسی همون پای که من دیدم حضرت جبریل که به تو وحی می آورد، از بس که می دانستم پای که الهی است، از همون ایزی پاش اندک خاک گرفتم در داخل گوساله انداختم. گوساله صدا کرد. این مردم جاهل در پیشش سجده کردن. با وجود همه قدر غضبی که حضرت موسی داشت جزاش نداد. حضرت گفت فاصحب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس. گام شو گفت برا تو در حیاتت گفت به هر چیزی که برخری لا مساس میگوی، یعنی به من نرس. و هر چیزی که ترا ببینن اونا را هم لا مساس میگن که ما را به دستت نقب. و این عالم حکم میکنه. ببینه میگه حضرت موسی چرا این مرده که با شکنجه گرفتار نکرد؟ همو قومی که گوساله پرست شدن به غضب خدا گرفتار شدن، حضرت موسی امر کرد 70,000 نفرش به قتل رسید. 70,000 نفر. اما شخصی که سببگاری گوساله پرستی قوم شد، حضرت موسی گفت فاصحب برا گفت پیش من. جزاش نداد. چرا؟ زیرا حضرت موسی میدونست که این دجال است. حضرت موسی که پیغمبر خدا است میدونست که قتل این به دست یک کس فقط واقع می شود، به دست حضرت عیسی. از این خاطر گفت برا. اگر حضرت موسی نمیدونست که این دجال است قولش میکن. این موسی است که به یک مشت در مصر یک نفر از خفتی ها را کشته بود. شما قصهش میدونید. این موسی است که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی اجلت رسید است، من به خاطر قبض روحت آمدم، یک مشت میزنه حضرت عزرائیل. حتی در خبرها آمده است که چشمش آویزان میشه حضرت عزرائیل. پس چرا این سامری را چیزی نگفت؟ زیرا میگه این همون دجال است. دجال که بود حضرت موسی گفت فاصحب خارج شو گم شو. بعد خارج شدن از نزد حضرت موسی ملک سرزمین های زیادی را تماشا کرد، با مردم آشنا شد، حیله و دسیسه ها را یاد گرفت. یکی از همون حیله و دسیسه ها تشکیل کردن گروه های مسانی. درباره مسانس که لاجا شما اطلاعات دارید؟ میدانید مسان ها چی هستند؟ یعنی یک تشکیلات مخفی پنهانی که وقتی که نماینده هاش در رو شرکت میکنن همدیگر را نمیشناسن، نقاب در رو کشیده میشینن در مجلس، فقط هم سردار شده دیگر را میشناسن. بار اول در تاریخ مسان ها را دجال تشکیل کرده است و همه گروه های مسانی در ابتدا از بنی اسرائیل ساخته شدند. دجال بنی اسرائیل قوم یهود را عسکر اساسی خود قرار داده است در مبارزه بر ضد بنی بشر، خاصتا مسلمانان. و همه گروه های مسانی مقصد اینا چی است؟ مقصد اینا آن است که به این گروه ها شخص های سرنفوذ با ثروت دعوت میکنن، جلب میکنن. آهسته آهسته
به همون کش خود وقتی که در آوردن، از بس که پولی به حد کلان است، میبینن مثلا در سرزمین مملکت جوانهای با خیرت و عاقل موجود هستند. یعنی چی؟ یعنی در مکتب ها میگردن نگاه میکنن، در مکتب های عالی میبینن که کدام دانشجو کارآمد است کدامش نیست. بعدا همون جوانای کارآمد جلب میکنن، خاصتا که جوان استودنت با پول تامین میکنن، مزد معاش میتن، شرایط امکاناتش میتن. بعدا برای آنکه صاحب وظیفه شوه و کریر کنه کمکش میکنن و از میان مردم همون سرزمین الیت حاصل میکنن، گروه های مخصوصی مسانی خودشونه. آخر الامر وقتی که همون شخص به سر قدرت برداشتن، یگان وزیر شد یا از او بالاتر وقتی که پادشاه یا سرزمین شد، خدا میتشو همون ملک سرزمین گویا که دجال ضبط کرد، در زیر تصرف خود در آورد. متاسفانه امروز در عالم گروه های مسانی به نهایت زیاد هستند. یکی از آن سبب ها که مثلا مسلمان ها به هم دیگر بیگانه هستند، پروا ندارن، فلسطین هم میزنن و مصری هاش پروایی ندارن، متاسفانه در همین است. افسوس، صد افسوس که ما نمیفهمیم، غضب میکنیم. چی سبب باشه؟ چرا این جوان مرگان نمیخیزن؟ چرا لااقل صدای اعتراض خودشون بیان نمیکنن؟ برای آنکه بسیاریاش مسانن، لشکری دجال هستند، به امر دجال کار میکنن. از کجا سر صدا بلند کنن؟ از کجا؟ اما پیسه مورچه را من برای این برای تو گفتم، هر کس عقلش نمیگیرن. و این دجال تا زمانی تولد حضرت عیسی گشت، سرزمین های همین اطراف بحر میانه زمین همش ضبط کرد، گرفت، دستخط کرد. وقتی حضرت عیسی تولد شد، آمد به شهر نزارت، به اون مکانی که عیسی تولد شده است. بعدا وقتی که حضرت موسی به بیت المقدس آمده بود، نزدش آمد، در بیرون در استاد، در بیبلی اومده است که یک مرد را داخل خانه میفرستد که خب بگو اگر تو پیغمبر هستی، دعوای پیغمبری داری، در پشت در کی ایستاده است؟ حضرت عیسی گفت در پشت در انتی خریست ایستاده است، دجال. انتی خریست یعنی که در زبان بیبلیت دجال انتی خریست میگن. ما دجالش میگیم به او خاطر که پیامبر دجالش خواند. دجال در زبان عربی به معنای کذاب، یعنی دروغگو، بسیار دروغگو و مکار میآید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بدبختا و کافرایی را که نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرده اند در تاریخ و شاید در آینده هم بکنن، همونا را با نام دجال یاد کرده است. در جامع السنن ترمذی اومده است، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انه سیکون فی امتی الدجالون الكذابون 33. حضرت میگه که دجال های کذاب دروغگو در امت من 33 نفر ظهور میکنن. كلهم يدعي انه نبی و انا خاتم النبیین و لا نبی بعدی. هر کدامش ادعا میکنه که من پیغمبر هستم، در صورتی که من خاتم پیغمبرها هستم و بعد من دیگه هیچ پیغمبری نیست. یعنی که پیغمبر همون دروغگوها را، شخصایی که دعوای پیغمبری میکنن، با نام دجال یاد کرده است. از این خاطر ما همون انتی خریست دجال میگیم. یا بابای حجی میگه که خرید دجال چی میشوه؟ ای پرتوی خرتونه خدا بگیره او خره. این بیچاره مردم حالی هم منتظر استودیان که دجال به خر میآید. دجال دیگه در استریبیتلا میآید، در راکت ها میآید، پرتوی که دیگه خراتونه. او خری دجال که مقصد خر است که بر ضد خدا خروج کرده است، خر است که بر ضد خدا ظهور کرده است، به این معنا میآید. اما ببینید به حد مکار است بدبخت که قوم بنی اسرائیل که به چشم خود معجزه‌های حضرت موسی را دیدند،
بنی اسرائیل که اکثر پیغمبرها از میان اونا خارج شدن چی نوع گمراه و گوساله پرست کرد. پس ما و شما باید احتیاط باشیم. ببینه یک بدبختی به سعادت در خوجند ظهور کرد، یک به سواد جاهل فامیل شریف افت والله اعلم نعوذ بالله دعوای پیغمبری کرد. بعضی مردم او را با خانه هاشو دعوت میکردن که پیغمبر خدا به خانه ما تشریف بیار. نعوذ بالله در عصر 2021 گفت موسی با یک مرد خیال که بدندش از شقاوت و زلال، صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان این خلقی کریم، 100,000 معجزه دیدی زی من، صد گمانت می فیزود و شک زن. حضرت موسی وقتی غضبش کرد یک نفر از بنی اسرائیل از یوخش گرفت که آخی لعنت خدا بر تو، گفت ای ملعون کافر، آخی تو در پیغمبری من شک داشتی، اینقدر معجزه ها را از من دیدی، هر کدامش با تنقید و با شک شبهه از مینه سرت میگذروندی. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. خانه سوخته یک گوساله یک ساحر جادوگر با گفت تو در پیشش سجده کردی. چه نبودی بدگمان در حق او؟ چه نکردی شک کنون ای زیشت خو؟ چرا تو در حق او بدگمان نشدی؟ که شاید یکون حیله باشه، برای چی در او سرت در پیش یک بت گذاریدی؟ پیش گاو سجده کردی از خری، کرد گشت عقلت سیدی سحری سامری. سامری خود کی باشد ای سگان، که خدای برتراشه در جهان. در پیش یک گاو از روی خری و احمقیت میگه سجده کردی. وقتی خری دجال میگم یعنی خری احمق است که دعوای خدایی میکنه. نعوذ بالله. شما خیال نکنید که او دجال در بالای خر میآید. این گپور ایسا تو پرتوی همین لفظ خر در یگان حدیث نه اومده است، در یگان نص شرعی نه اومده است. این مردم بیچاره اولی منتظرن که دجال در بالای خر سوار میآید. ما خود دیگه در خر سوار نمیشیم، دجال که حکمران جهان شود در خر سوار میشه. گاوی زرین بانگ کرد، آخر چی گفت؟ کحمه خان را این همه رغبت شکفت. حضرت موسی را غضبش میکنه، آخر رو تو درگور میگه اینا باع گفت. همون باعی او شما چی عبرت گرفته که در پیشش سجده میکنه؟ آخر ما کلام خدا را میاریم، حکمت خدا را میاریم، پند نصیحت خدا را به شما میاریم. اینا یک گاو باع گفت. چی گفت است که این قدر شما خر شده در پیش سجده میکنه؟ ولی متاسفانه یک گروه در بین ما پیدا شده است، دعوای تصوف عرفان میکنن و به حد جاهل هستند که به قبر پرستی مبتلا گشتیان، قبر پرست شدیان، خدا پرستا قبر پرست شدیان، مسجد روها قبرستان رو شدیان. افسوس صد افسوس. و دلیلشو چی است؟ میگن شیخای ما و پیرای ما دلشون میلرزونن. کش ما دلتون بلرزونه. یک نفرش گفتم ما خدا جان تماس کنه، رقص ها تمام اعضای بدنشون میلرزونن. حیفی نیدی؟ بعد همون رقص ها رو هم پیر میگیره، شما شیخ میگیره. اوگه ای سر تمونه بی عقلای بی فراست. در دنیا هر یک ساحر جادوگر است، خاصتا در هندوستان. همین مگه های هند یاگه ها حیله های میکنن، در جا ششتگی در تلویزیون نشونش میتن، همون کرسیش از زمین یک متر میخیزه. با در پیشش سجده میکنی که این کار دیگر رو کرده نمیتونن. سبحان الله. حضرت امام شافعی گفت اگر شیخی را دیده که در آسمان میپره یا در بالای
آب میدوه قدمش تر نمیشوه، مغرور نشوه به او. شما اول ببینه که متابعتش به قرآن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا چه حد است، گمراه نشوه. ما هم تاکید میکنم که بچه عزیز گمراه نشوه، احمق نشوه. اکثر مردم از مسجد بیگانه میکنن اینو. شخصی که قوم مسجد است آیسته آیسته گم میشود یا از جماعت دور میشود. ها چی کار میکنی؟ در خانه میشینم ذکر میکنم. و ذکر در سرت مونه، ذکر در مسجد بیا در پیش مردم بکن. این دین جماعتی است. خب قصه خودمون دوام میتیم که وقت مکم است. قصه کوتاه. وقتی که حضرت عیسی شناختش گفت این انتی خریست است، دجال است، بر ضد حضرت عیسی شور و شر برداشت. آخر الامر کار به حد کشید که حضرت خداوند عیسی علیه السلام به آسمان برداشت. شما میدونه این قصه را. و بعدا با شروع کرد در میان مردم نصرانی چنان فتنه های انداخت که امروز دین نصرانیت به 2000 فرقه های متفرقه جدا شده است. ولی یهودی ها خدا را یهوه میگن. یهوه در بعضی روایات شیخ های ما اومده است که یهوه یکی از نام ابلیس است. ابلیس پرست شو کردیم. تمام کوشش برای چی است؟ ما زمین باید آماده کنیم تا وقتی که همون مسیح یعنی همین دجال می آید او را به خوبی بپذیریم، قبولش کرده بتونیم. چرا در دنیا پراکنده می شوند؟ به اختیار خود می شوند؟ هرگز نه. یک برادر حاجی قصه کرد، حاجی فیض الله خدا عمرش دراز کنه، گفت در همین افغانستان با وجود همین قدر جنگ هایی که بود، در زمانی حتی همون طالبان اومده بودن جنگ ها بود، در غزنی، در شهر غزنی بسیار یهودی ها رفته بودن، 2 نفرش مونده بود برای همون سینگاگشون نگه داشتن. این همین قدر جنگ ها اونا در همون شهر بودن. در تمام دنیا نماینده هاشو هستند. زیرا که مکانی که امر فرمانی دجال به اوجا می روه همین سینگاگ است. عسکری دجال هستند بنی اسرائیل. متاسفانه اکثریت چو خودشون نمیدونن. وقتی که امر شد که فلان جا بکش برو، حتما می روه. او دیگه حقوق سرکشی نداره. چرا امروز ما حسد میبریم که این قدر اینو به مرادهاشون میرسن، در کجای چی کاری بخواهم بکنن؟ زیرا که یک کماندیر زنده دارن. کماندیر اینو دجال است. بسیار زیرک است، بسیار با تجربه است. ثروت دنیا را همه را در زیر تصرف خود در آورده است. شاید کسی سوال کنه که آخه این دجال نخواست 3500 سال زنده مونه، چی جای تعجب داره بچه ها؟ چی جای تعجب داره؟ وقتی که خدای تعالی به ابلیس علیه لعنه مهلت داد تا قیامت زنده میمونه، در صورتی که دیگر جنها تولد میشوند میمرن، ابلیس سبب اینه که تا روز قیامت زنده است. وقتی که خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام مهلت داد، حضرت عیسی زنده است، ولی قبل از وقوع قیامت حضرت عیسی به زمین می آید و این دجالی بدبخت به قتل می رسونه. پس چی جای تعجب داره که خداوند متعال به یک شخص به خاطر فتنه مثلا همین 3500 سال 3000 سال عمر نده؟ ما و شما اکثریت ما الحمدلله میگیم که خضر علیه السلام زنده ای، حضرت خضر، هیچ جای تعجب نداره. در حدیث اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث صحیح ترین حدیث هم از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که حضرت ابو سعید خدری روایت کرد، گفت یأتی الدجال و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه. وقتی که دجال می آید، میگه اندک پیشتر بدویم، وقتی که دجال میگه می آید یعنی آشکار ظاهر می شود. خودش آشکار نعوذ بالله پیغمبر اعلان میکنه و بعدا خدا اعلان میکنه.
خدای تعالی بر او حرام گردانده است از سرحد مدینه عبور کردن. دجال تمام ملک‌ها را تصرف میکند غیر مکه و مدینه بر روایات صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و غیر دمشق که در اوجا مسلمانان تحت سرپرستی مهدی در محاصره بودند. دیگه تمام ملک سرزمین ها را ضبط میکنه. اگه دجال میگه مدینه میآید به خاطر تصرف مدینه، اما خداوند از بس حرامش گردونده است در اومده نمیتونه. در روایت اومده است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لها یومئذ سبعة ابواب علی کل باب ملکان. در همون روز مدینه 7 در داره، در هر درش 2 ملائکه خدا، 2 ملائکه پهلوان قرول ایستادیان که دجال ندروید. وقتی که دجال نزول میکنه در نزدیکی مدینه، یک مرد از شهر مدینه خارج میشه. حضرت میگه هو خیر الناس، بهترین مردم با در اما عصر زمان. میآید نزد دجال، و دجال مراجعت میکند، میگوید اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه. من گواهی میتم که تو دجال هستی، تو همون دجالی بدبختی هستی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی او را به ما کرده است. دجال با گرد اطرافیاش مراجعت میکند، به مردم حوالی مدینه مراجعت میکند. وقتی که دجال نزد مدینه میآید در حدیث اومده است که 3 بار مدینه میلرزه، سخت میلرزه. تمام فاسقا و منافقا دیگه شهر ترک میکنن از ترس دجال. نه، مدینه منوره برای خارج ساختن این همه حرامی ها، این همه فاسقا و منافقا میلرزه. دجال به همین فاسقا مراجعت میکند، میگه ارایتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر. ببینید میگه اگر من همین مرد آوازی بکشم در پیش چشم تو، بعد از نو زندش کنم، آیا شما نعوذ بالله در خدایی من شک داره؟ شک میکنید؟ در جواب میگن نه، اگر بکش زندش کنی ما میگیم تو خدا هستی نعوذ بالله. فیقتله ثم یحییه، میکشش از نو زندش میکنه. ایره استدراج میگن. وقتی که زندش میکنه این مرد به دجال نگاه میکند، میگه والله ما كنت فيك والله ما كنت فيك اشد بصيرة مني الان. قسم به خدا میگه یقینم باز بیشتر شد که تو همون اعوری کذاب هستی، تو همون دجال ملعون هستی. اینا هر قدر که دجال کوشش میکنه دیگه کشتش نمیتونه. امام مسلم حدیث آورده است و در پایانش میگه و قال ابو اسحاق یقال ان هذا الرجل هو الخضر علیه السلام. میگه ابو اسحاق یکی از راویای حدیث ابراهیم ابن سفیان گفته است که همون مردی که بر ضد دجال برآمد و با دجال مراجعت کرد، من گواهی میتم که تو دجال هستی، این خضر علیه السلام بود. انا همون لحظه ده خضر علیه السلام به شهادت میرسه، شهید میشه. پس چی جای تعجب داره که اگر دجال عمری مدید دیده باشه؟ این هیچ جای عجابت نداره. خب قصه کوتاه. وقتی که نصرانی ها را متفرق ساخت، فتنه و نیرنگ های زیاد کرد، آخر الامر مانده می شود. به خاطر استراحت به همون جزیره ای که در اوجا بزرگ شده بود کشتی سفر بر کرده و می رود. وقتی در ساحل فرمد کشتی ها رخصت میکند، خود می آید که جاسوسا همراه 20 نفر ملائک خدا که به صورت آدم ایستاده بودند با زنجیرهای بسیار غوث منتظر شدند، از دست پاش میگیرند، در همون غاری که تولد شده بود در همون زنجیر بندش میکنن، میبندنش. این ساعت تولد حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. حضرت در همون وقت تولد شده است. مدت 63 سال دجال زنجیربند بود.
امام مسلم در صحیح خود، مسلم هم میدونه نه بچه ها، انشاءالله قوم مسجد ما خوب میدونن، صحیح مسلم در پهلوی صحیح بخاری است، صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان حساب میکنن. این کتاب هایی هستند که در اینو یکون حدیث ضعیف نیست. یک قصه را آورده است، قصه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمیم داری. همه قصه جاسوسی ای که گفتیم من این را از خودم نمیگم، این از حدیث برای تو گفته استم. با گمان نکنه که همین فانتزی کرد رو آورده و از خودش چیزی لق داره. منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای افسانه‌گویی نیست برادرای عزیز. یکی از صحابه پیغمبر با نام تمیم داری که اصلش از فلسطین است، حتی میگن که زاهد فلسطین و اردن بوده است، بسیار شخصی بزرگ بود. این سردار نصرانی ها بود، یک کشیشی بزرگ بود. سال 9 هجری میوه مسلمان میشود و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه‌ش میکنه. در حدیثی در صحیح مسلم اومده است که فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت میکند، بار میگه نماز خواندیم در مسجد نشسته بودیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد همه را که در جهاتو بشینه، الا مصلاکم، هیچ که گفت از جاش تکان نخوره. بعد حضرت میگه بالای منبر برآمد، تبسم کرد، گفت میدونی برای چی من تو کردم؟ اینا برادر بود تمیم داری مسلمان شد، سال 9 هجری بود و این برای من یک قصه ای را کرد، یعنی همون چیزی را که من برای شما تحذیر میدادم همون را این با چشماش دیده است و ثبوتش برای شما بازم بیشتر از زیادتر می شود. و قصه کرد. تمیم داری میگوید در کشتی نشسته بودیم، سیری بحر داشتیم، ناخواست دریا طوفانی شد، کشتی من دیگر رهگم زد. وقتی که صبح شد و طوفان قرار گرفت دیدیم که در نزدیکی یک جزیره هستیم. همون زورقی که در پهلوی کشتی است زورق گرفتیم و در زورق سوار به جزیره خارج شدیم. کشتی های کلون به جزیره نزدیک نمیشوند، شما میدونید نه؟ اگر پورت نباشه، زیرا که خوف اون است که یک خرسنگ کلون است در زیر آب، اگر در خرسنگ بزنه کشتی و زیرش سوراخ شود تمام او کشتی از کار میروید، سرنشیناش غرق میشوند. از همین خاطر کشتی در بین بحر لنگر میپرتوید، در همون جایی که مثلا چقر است بعدا در زورق ها سوار میبرویند. در زورق سوار میگه خارج شدیم با جزیره، یک حیوان اومد بسیار پشمینه، حتی میگه سرش از قفاش فرق نمیکردیم که کدام طرفش سره کدام طرفش قفا، وقتی خم شده و علف میچری. حیران شدیم، گفتیم سبحان الله این چی هیکلی مهیبه. نخواست به زبان در اومد، گفت شما کی هستی؟ به زبان انسانی میگه، در جواب گفتیم ما یک قومی از عرب هستیم. تو کی هستی؟ با فکرم گفتیم تو شیطانی، نخواه گاو گپ زنه. گفت شما به همین غار داخل شوه، در داخل این غار یک شخصی هست بسیار احتیاج به صحبت شما داره. ما از یک طرف ترسان که این شیطان نباشه یکون زیان ما برسونه، از طرف دیگر وقتی که این سخن شنیدیم بسیار میل رغبت ما بیدار شد. از این خاطر به غار میگه رفتیم، دیدیم یک شخص بسیار موی سری جنگیله داره، یک چشمش اعور با زنجیرها بسته شدگی در دیوار. نزدش آمدیم، گفت شما چی کسید؟ گفتیم ما یک قوم از عرب هستیم، از بنی لخم و بنی جزام. میگه سوال کرد که شما را به خدا قسم نخلستان بیسان آیا هست؟ گفتیم بله هست. گفت ولی خشک نشدی خرمهاش؟ گفتیم نه. گفت تا زمان او نخلستان خشک نشود من آزاد نمیشم. سوال کرد از یک بحر دیگر، بحیره از یک حوض دیگر که آیا آبش خشک نشده است؟ گفتیم نه، آبش جاری است. از یک چشمه دیگر سوال میکرد، گفتیم الحمدلله مردم از آبش استعمال میکنن. بعد گفت پیغمبر آخر زمان برآمد؟ گفتیم بله.
افسوس صد افسوس وقت متنگ است. اگر من کلمه های حدیث براتون میگفتم خیلی راحت میکرده. گفت آیا گفت عرب ها تسلیم حکم پیغمبر شدن؟ گفتیم بله، در اکثر حالت تسلیم شدیان، ولی بعض قبیله ها ماندیان، اما اکثر کل علاقه تسلیم شدن. علاقه پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمش در نیم جزیره عرب مسلط گشته است، حکمش پهن شدگی است. بعد گفتیم تو کی هستی که سوال میکنی؟ تو چرا زنجیر پیش کردیان؟ گفت من مسیح دجال هستم. مسیح دجال هستم گفت. و برای من خبر اومده است که تا زمان همون نخلستان نامبرده خشک نمی شود، تا زمانی که همون حوض آب زمین فرو نمی برد، تا زمانی که چشمه نامبرده خشک نمی گردد، تا زمانی که پیامبر آخر زمان ترک دنیا نمی کند، برای من آزادی نیست. اما من گمان میکنم که نزدیک اومده است وقتی آزادی. همه چیز تمیم داری با چشمش دیده است. نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومد، همه را قصه کرد و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای منبر ای را بیان کرد. پس من به همون شخصای مراجعت میکنم که میگن که دجال هنوز تولد نشده است. هی برادر از خواب غفلت بخیزی. و پیغمبر تمیم داری را نگفت که تو دروغ میگویی حالی دجال تولد نشده است. نه، گپی تمیم تصدیق کرد پیغمبر خدا، از بالای منبر به مردم بیان کرد، مردم تحذیر داد که هشتونه در سر تو بگیره. و با او کسایی که تو حاضر بیچاره گمان میکنن که دجال در بالای خر سوار می آید و بعد یک تلویزور در دست شای میگه که اگر پدر و مادر تا نشان بتم نعوذ بالله بگن که همین خدا از قبول میکنه، در جواب مردم بیچاره میگفتیم بله. بعد تلویزور کلوچت میکرد است یا بالای خر، بعد صورت پدرش اون مردک میدیده است که میگفته است که بچم نعوذ بالله همین خدای در پیشش تعظیم که او زمانو برفتن. هم مردم عصر 21 در زندگی میکنه. در یگان حدیثی گپ اومده است، در یگان نصی شرعی اومده است که دجال در خر سوار می آید، در یگان نصی شرعی اومده است که تلویزیون در تای کشش می آید. برعکس شیطان ها در خدمت چند. متاسفانه این هفته ما گپ تمام کرده نتونستیم، هفته آینده به اتمامش میرسونیم. من با شما صحبت میکنم که چه خیلی بین دجال و بین شیطان ملعون شرطنامه امضا شده است، یا همکار هستند، هم پیمان هستند. شیطان ها در خدمت دجال هستند و همون شیطان امر میکنه به شکل صورت پدر اعرابی بیچاره میشود. در حدیث اومده است. بعد میگه بچه جان نعوذ بالله همی خدای عبادتش کن. مردم بین این شکل بین این نمود گمراه میکنن. از این خاطر این دجال به قول اصح هست. علمای بزرگ عصر 20 از جمله بدیع الزمان سید نورسی تأکید میکنه که دجال هست. علمای حتی زمانوی، علمای مسلمانی که به علوم دقیق سر کار دارن مثل هارون یحیی یا قصه نویس نیستن، اینو پوست رمان نمی نویسن، اینو معلمای متماتیک و خیمیا و فیزیکان. هارون یحیی حتی در اینترنت چوب کرده است که آیا همین دجال پیدا شده است یا نه؟ بله میگه این دجال هست، دجال عمل کرده است. از همین خاطر برادرای عزیز احتیاط کنه. همه همین فتنه هایی که در جامعه برپا می شود همه به وسوسه و به دسیسه شیطان است. در مقابل ما دشمن بسیار خطرناک ایستاده است. دشمنی که سرور سرکرده آن دجالی هست که تا وقت وقوع قیامت نمیمره. دشمن سردار دارد که بسیار تجربه ناک است. او انسان عادی نیست مثل ما و شما. تجربه 3500 ساله داره و همین بدبخت در مقابل امت محمد صلی الله علیه و سلم ایستاده است و در شرطنامه ای که با همراه ابلیس امضا میکنن پونکت اولش همی است که امت محمد صلی الله علیه و سلم بالکل از روی زمین نیست کرده شود. نعوذ بالله.
پس یگانه علاج مبارزه بر ضد این دجال ملعون و لشکر بدبخت بدتالی آن اتحاد ما و شما است. شنگ زدن ما و شما بر اسمان اعلا، به قرآن عظیم الشأن و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و به شرایع، به مقصد به روایات و به آثار بزرگان ما هست. اگر همین کار نکردیم شیطان ملعون همراه این رفیقش دجال میتونه که ما را پراکنده کند. برای کاری بسیار لازم نیست. مسلمان به مسلمان جنگ میدازد، ثمرش استفاده بردن میبینید. متاسفانه وقت ما تمام شد، دعا میکنیم که پروردگارا از شر دجال ملعون که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم این امت تحذیر میداد و به تو پناه میبرد، ما پناه میبریم، زیرا ما عاجز هستیم. خدایا خداوند قدمانمون راسخ و استوار در اسلام بزرگ بدار. خداوند نگذار که این دجال با لشکر منفورش مردم مسلمان گمراه سازد. پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان. اللهم انا نعوذ بک من الكفر والفقر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا ارحم.